سلام خسته نباشین. شکم کی باز شده؟ 7 دقیقه. فشار 9/4. قلب 75. قیچی کورتون 2 میل تزریق. عزیزم یه کمی سریع‌تر. سریع‌تر برای چی؟ گفتم که امشب مامانینا با نیلوفر میان پیشمون. امشب دوشنبه قرار بود بیان که. خب امروز دوشنبه است دیگه. یازده نفر که وای نمیسن عمل کنن که. بفرمایشون 16 نفر که عمل نمیکنن، 3 نفر عمل میکنن. من امشب سمینار دارم. خب من که گفته بودم، از یه هفته پیش گفتم. خب حالا زنگ بزن یه شب دیگه اون قیچی رو بده من 6 جور غذا پختم. زنگ بزنم یه شب دیگه تو سمینارتو بندازی یه شب دیگه. به 1600 تا پزشک میگم ببخشید خواهر زنم میاد یه شب دیگه تشریف بیارین. این سومین باره که داری این کارو میکنی ها؟ تزریق کن سمیل یه چیزی. حالا خواهرت میتره که یه شب دیگه بیا. تو میتره که به خواهر من یه ذره احترام بذاری؟ بگی اینو وایستاده منو نگاه میکنه. اون قیچی رو بده ببو تزریق کن یه چیزی. همه نگاه میکنن فقط. خواهرم حالا مثلا خواهرت مثلا سیمون دوبواره مثلا. ای خواهرم نه خیر، خواهر شما خوبه، دیپلم گلدوزی داره، همه بهش میگن خانم مهندس. خواهر ما حداقل دکتره. آره خیلی دکتر. شوهرش معده درد میگیره. شوهر خواهرش یعنی با جناق من معده‌اش درد میگیره، نمیدونه چیکار کنه. 4 چنگلومه نبات بهش میدم. دکتر خواهرم. یعنی تقصیر خودت نیست، تقصیر اون مادرته که تو رو اینجوری بار آورده. یه بار دیگه راجع به مادر من حرف بزنی اون کپسول اکسیژن میکنم تو حلقتا. آره بابا مرتی که لومپن. بارا بابا نکبت. کورتون این کورتونه. کورتون بده به این بزنه تو این بدوزین حمالو.